ظاهراً سیدعلی خامنه‌ای شنیده که بهترین دفاع تهاجمه و تصمیم گرفته غرب رو ببره زیر تهاجم فرهنگی خودش. اولش یه نامه نوشت که رو پاکتش نوشته بود برسد به دست جوانان اروپا و آمریکای شمالی. قرار بود که این نامه مثل بمب ساعتی فرهنگ و تمدن غرب رو سر یک هفته از پایین بپاشونه. ولی ظاهراً به قول معروف به زمانبندیش نرسید. بعد خبر نامه سیدعلی به اوباما رو داشتیم که قرار بود از بالا بپاشونه. اونم ظاهراً هنوز یه کمی کار داره، یعنی پاشونده ها، ولی خب بیشتر دم و دستگاه دلواپسا رو پاشونده. وسط این ساندویچ اقدامات تکان دهنده‌ای داشتند از قبیل وارد کردن شیخ کوفته قلقلی، یا چون انگلیسی صحبت میکنه بگیم شیخ چیزبرگر، که راجع به مقوله حیاتی خورد و خوراک برای آخوندها در تلویزیون انگلیسی زبانشون صحبت میکرد مفصل. هدف اعلام کرد که دراز شدن عمره. باور کنید عین جملات خودشو دارم میگم. الگو یکی آخوند مکارم شیرازیه، یکم طبق معمول همه رشته‌های ورزشی و علمی و ادبی و هنری و اینها خود خامنه‌ای. So what about the importance of, I guess, the etiquette of eating? For example, chewing and eating, with your mouth closed, for example, and how the importance of those kind of. Eating small morsels and chewing well. This is actually something. Let me explain it. To eat a small morsel, not to say don't take a big chunk of food. Okay. Number two, when you do eat it, put the spoon down. Right? Chew your food properly. It's actually a metaphor for you to eat slowly. When you eat food, don't breathe your food. Right. Eat it properly. Yes. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei is actually very noted, and it's mentioned from him that when he eats, the leader eats very slowly and he chooses food very thoroughly. And alhamdulillah, right now he's in his 70s. Yes. And you find alhamdulillah his face so bright. در مورد خامنه‌ای یه حرف بامزه‌ای هم میزنه. اونم به رخ کشیدن قدرت بدنیشه. And at the same time you find his body strong. Alhamdulillah, he has a really good body. Yes. It makes a big difference, I think, how you manage your food and how you eat your. This is a really good story that I'd like to mention that my teacher told me, that Ayatollah Nasser Makaram Shirazi, one of the Maharaja of Taqleed, he's actually 89 years old. Eat, okay? But let it be a small space in your stomach. Right. Okay? Don't eat all of your stomach will be filled with food. So you can't breathe anymore. Exactly. No, leave a small space. And alhamdulillah, right now he's 89 and doesn't have a second number. اگه بعد از این همه تهاجم سنگین فرهنگی باز هم چیزی از غرب باقی مونده باشه، دیگه با این حرکت کارش تمومه. اونایی که میگن رژیم آخوندی زنها رو به استادیوم راه نمیده، الان یک کاری میکنه که همه به همون رضایت بدن که به استادیوم راه نده. و جشنواره بازی‌های بومی و محلی بانوان به مناسبت دهه مبارک فجر در گیلان برگزار شد. بالغ بر 150 خانوم در این جشنواره حضور داشتن و این جشنواره یه جورایی برای اولین بار در استاندره انجام میشه که خانوم‌ها، دختران و زنان ما حضور دارن و انشاءالله بتونیم در این راستا در جهت تقویت فرهنگ بومی و محلی، همطور که رهبر معظم انقلاب هم به اون تاکید داشتن، قدم‌های بسیار خوبی رو در این راستا برداریم. یه بازی پیگیر و بادایی که 5 نفر تشکیل میشه که یه سیب می‌ذاریم، بعد کسی اون طرف نباید بذاره که سیبو برداره، که یکم کسی که سیبو برمی‌داره به طرف گروه خودش بره. بازی الک دلک هستش که از زمانهای قدیم بوده، الان هم اجرا میشه، یه مقدار قوانینش به اصطلاح کاملتر شده. اسمش کلاسه که بهش میگن لیله و باید بگیریم سنگو داخل هر خونه بندازیم که بعداً باید از اون خونه‌ای که سنگ توش هست بگذریم. در زمینه فوتبال دستی یا به قول خودش فوتبال روی میز هم اگه تا تیم ملی هم برسن خبرشون به این شکل در اخبار سراسری داده میشه. مسابقات انتخابی تیم فوتبال روی میز بانوان جمعه با حضور 35 نفر در تهران برگزار می شود. نفرات برتر این رقابت‌ها به اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی ایتالیا دعوت خواهند شد. این همه شلیک سنگین به غرب ممکنه خورده باشه به دیوار، کمونه کرده باشه تو نماز جمعه همین هفته خرچنگ نظام. سیمای جمهوری اسلامی برای معرفی اون رژیم سراسر ظلمت و وابستگی نشون داد. بله،
این که میبینید بسیجی دهنگشاده با ریش تراشیده. سوال اینه که وقتی بسیجی با لو رفتن